بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه این حادثه رخ داده است. رسانه‌های خبری هم تایید 3 روز است که این حادثه را پهن کرده ایستادند. شبکه‌های مجازی هم پر از گفتمان‌های گوناگون است که خیلی نگرانی کننده اند. ابتدا من این را بگویم که این جنایت است، چون بازداشتی یک عده زیادی از دانشمندان، دانشجویان، متخصصان، کاردانهای ملت، اهل علم یا اینکه فرهنگ، این واقعا خالی کردن واسطه های معرفت ناکی و رشد انسانی، شجاعت و در نهایت ترسوق قرار دادن ملت است. مثال این در پایمال شدن کرامت انسانی در تمام ابعاد زندگی مردم ما هست، چه در مهاجرین کاری، چه حقوق خواهران ما و چه شکنجه و به قتل رسیدن سربازان جوانها در جای خدمتشون و اخیراً این با منپولیا و انحصار انتقال پول مردم، همه اینها یک مثال روشنی هستند. دوم اینکه همین جنایت به شکل قانونی درآورده شده است. یک عده از سازمان‌ها و تشکیلات‌هایی را که خوبه که اونها هیچ ربطی به ما ندارن یا اینکه در خارج کشور هستن، اونها رو در لیست سیاه قرار دادن و افراد لیاقتمند، علما، دانشمندها رو به تهمت عضویت در اونها گرفتار کردن و زندانی کردن. اخیراً این را بگویم که این جنایت حکومت جنایت نو نیست، بلکه این قبلا مشاهده می شد. هجوم به اهل علم، مخصوصاً به علمای دین، و نشانش هم در حادثه هایی که در زندان ها رخ داده بود که در اونجا در علاوه بر زندانیان خیلی شخصیت های سرشمار دینی و مذهبی به قتل رسیدن و در همون وقت یک عده از فیلسوف ها هم پیشنهاد کرده بودند که این زندان ها یا این محبس ها گنجایش ندارند و باید زندان ها و محبس های نوی بنیاد کرده شود و توسعه داده شود، که این یک دلیل است. و همین عوفی که به قریبی شد امنیتی که در آن علاوه به آزاد شدن یک عده کمی از افراد، شخص‌های بیگناه، یک عده زیادی از جنایتکارانی که اونها اکثرا عضو حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان بودند و جرمشو هم قلابی بود، دزدی بود، زمین فروشی بود، اونها آزاد شدند و حالا در عوض اونها دانشمندان، دانشجویان، اهل هنر، شخصان تجربه داری ساحه‌های گوناگونی تاجیکستان گرفته شده‌اند و جایهای اونها را پر می‌کنند. واقعا این در این شب و روز از این کرده جنایتی سنگین‌تری من دیده نمی‌توانم.